آیا تا به حال شده که میخواستی درس بخونی و یهو سر از تحقیق درباره یه چیز بی ربط درآوردی؟ آره، برای منم پیش اومده. برنامه‌ریزی میکنی که 3 ساعت درس بخونی، اما 15 دقیقه که میگذره مغزت میگه اگه جایی کتابا رو عوض کنیم چی میشه؟ گوشیت میگه هی، دوست داری تمام روز رو اسکرول کنی؟ اگه تمرکزت سریعتر از باتری 1% گوشی تموم میشه، خوب گوش کن. امروز قرار راز ساعتها درس خوندن بدون حواس پرتی رو بهت بگم. حتی اگه دامنه توجهت از تبلیغات یوتیوب هم کمتر باشه. چرا حواست پرت میشه؟ مغز دوپامین دوست داره. حدس بزن چی سری بهش دوپامین میده؟ اسکرول کردن، خوراکی خوردن، چک کردن پروفایل این و اون برای 78مین بار. درس خوندن دوپامینش کمه. واسه همینه وقتی میخوای تمرکز کنی مغز طغیان میکنه و میگه نه نمیخوام، ترجیح میدم چند تا ویدیو تماشا کنم. راه حل؟ فکر نکن مغزت تنبله، نیست. فقط حوصله‌اش سر رفته. کار تو اینه که درس خوندن رو مثل یه بازی کنی، نه یه تنبیه. از فرمول تمرکز 5 استفاده کن. آره، خودم ساختمش، ولی جواب میده. مرحله اول، شروع 5 دقیقه‌ای. هدف 3 ساعت نباشه. فقط به خودت بگو بذار 5 دقیقه درس بخونم. اینجوری مغزت گول میخوره. چون وقتی شروع کنی شتاب میگیری. به این اثر زیگارنیک میگن. مغزت از کارهای نصفه متنفره. از این موضوع به نفع خودت استفاده کن. مرحله دوم، قانون 5 دقیقه‌ای برای حواس پرتی. هر وقت خواستی گوشیتو چک کنی به خودت بگو 5 دقیقه صبر کن. فقط 5 دقیقه. بیشتر هوس‌ها اگه سریع بهشون نرسی از بین میرن. هوس مثل موج میمونه. بذار رد بشه. مرحله سوم، 5 قاتل حواس پرتی. اینها تیم ضربت حواس پرتیت هستن. برنامه مسدود کن. از برنامه‌هایی مثل فارست یا فوکس مود استفاده کن. جای مطالعه مقدسه. روی تخت خواب یا توی جای شلوغ درس نخون. صدای سلاحه. از نویز قهوه‌ای یا آهنگ‌های مخصوص مطالعه استفاده کن. گوشی تبعید بشه. بذارش دور، برعکس و رو حالت هواپیما. اهداف کوچیک. کارا رو به بخشای کوچیک تقسیم کن. یه صفحه، یه فرمول، 10 فلشکارت. به جای جنگیدن توی جنگ، یه نبرد کوچیکو ببر. زمانو مثل یه نینجای کاربلد مدیریت کن. برنامه‌ریزی زمانی. از قانون 50-10 یا پومودورو استفاده کن. 50 دقیقه مطالعه، 10 دقیقه استراحت. این کارو تکرار کن. بدون استراحت خسته میشی. استراحت سوخت مغزه. از زمان استراحت درست استفاده کن. حرکت کن. راه برو، کشش کن، دور از صفحه نمایش باش. اسکرول بیهوده نکن. آب بخور انگار تو مسابقه آبخوری هستی. قبل از شروع یه تخلیه مغزی انجام بده. ذهنت پر از یادم نره به گربه غذا بدم یا یه گفتگو در طول روز هست. راه حل، قبل از شروع همه چیزو روی کاغذ بنویس. ذهنتو آزاد کن. حالت تمرکز فعال بشه. قدرت تمرکز عمیق. کال نیوپورت بهش میگه کار عمیق. من بهش خلأ میگم. یه منطقه‌ایه که فقط تو و هدفت وجود دارین. مثل یه سیاهچاله تمرکز. اینجوری خلأ خودت رو بساز. شروع رو با تشریفات همراه کن. یه روتین داشته باش که به مغزت بگه وقتشه. مثلا گوشی رو بذار تو کشو، یه آهنگ خاص بذار، یکم آب بخور. اینجوری مغزت یاد میگیره که وقتی این کارا رو انجام میدی، وارد حالت تمرکز میشی. از تشریفات برگشت استفاده کن. اگه تمرکزت رو از دست دادی، به جای اینکه کلاً بیخیال شی، سریع برگرد. بلند بگو دوباره شروع میکنم. برمیگردم به کار. یه نفس عمیق بکش و به لیست کارات نگاه کن. بوم، برگشتی. باهوش درس بخون، نه سخت. میتونی 6 ساعت به کتابت خیره بشی و هیچی یادت نیاد. یا 2 ساعت باهوش درس بخونی و همه چیزو مثل یه رئیس حفظ کنی. اینجوری درس بخون. از یادآوری فعال استفاده کن. دوباره خوانی نکن. سوال بپرس، جواب بده، تکرار کن. فلش کارت‌ها، سوالات تمرینی. به دیوار درس بده. از تکرار فاصله دار استفاده کن. شب امتحان درس نخون. با استفاده از یه برنامه درس‌ها رو مرور کن. ذهنیت یه ببر متمرکز. حواس پرتی‌ها فقط بیرونی نیستن. بعضیاشون درونی هن. من به اندازه کافی خوب نیستم. چرا اصلا تلاش کنم؟ این حرفا رو بنداز دور. تو اینجا نیستی که بی‌نقص باشی. تو اینجایی که هر روز 1% بهتر بشی. همینو بس. افسانه‌ها اینجوری ساخته میشن. پس دفعه بعد که مغزت خواست تو رو سمت اسکرول کردن ببره،
یادت باشه، رویاهات از نوتیفیکیشنات مهمترن. آیندت بیشتر از بهانه‌هات به تلاش نیاز داره. کوچی شروع کن. ثابت قدم باش. حواس پرتی رو دشمن خودت کن، نه هویت خودت. تو از پسش برمیای. این پست رو لایک کن، کامنت بذار و برای بهترین دوستت که حواس پرت میشه بفرست. اگه امروز درس خوندی، حتی برای 5 دقیقه بهت افتخار میکنم.